سلامی مجدد خدمت شما دوستان عزیزی که در داخل این وبسایت ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. امیدوارم که تا این قسمت و تا این سرفصل از ویدیوهای مرتبط با دوره MCITP ویندوز 7 البته با فرمت و سرفصل‌های متفاوت براتون مفید واقع شده باشه. توی این ویدیو میخوام در رابطه با بحث آدیتینگ که یکی از مباحث مهم موجود در داخل تمامی نتورک ها محسوب میشه آموزش رو بتونه ارائه بدم. آدیتینگ در ویندوز 7 و ویندوز سرور 2008 یکی از زیرمجموعه های بحث گروپ پالیسی هست که توی سرفصل های قبلی توضیحاتی در این رابطه یعنی در رابطه با گروپ پالیسی ها بهتون ارائه داده بودم. قبل از اینکه وارد بحث عملی آدیتینگ بشم میخوام توضیحاتی رو در رابطه با اینکه کلا آدیتینگ چی هست بهتون بدم. ببینید اگر البته میخوام این موضوع رو با یک مثال براتون مشخص کنم که ساده تر بتونه سنس لازم رو ایجاد کنه. دوستان توجه کنید، فرض بر این داشته باشید که شما مدیرعامل یک شرکت هستید و کارمندانی رو در داخل اون شرکت استخدام کردید. یک مدیرعامل خوب باید اطلاعاتی در رابطه با اینکه کدوم کارمند چه کاری داره انجام میده، کاراش موفق بوده یا نه داشته باشه. یعنی مدیرعامل خوب مدیرعاملی هست که گزارش‌های مبنی بر موفق یا ناموفق بودن کار کارمنداش تهیه کنه و ببینه که آیا خطایی در عملکرد اونها وجود داشته یا نه. آیا کسی خواسته پا فراتر از اختیارات خودش بذاره یا خیر؟ آیا کسی کمکاری کرده یا نه؟ آیا کسی خواسته به اطلاعات فرد دیگری دسترسی پیدا کنه یا خیر؟ اگر دقت کرده باشید تمامی اینها مواردی هستند که یک مدیر باید در اختیار داشته باشه تا بتونه شرایط موجود در داخل نتورکش رو بررسی و آنالیز کنه. یک مدیر در داخل شبکه نیز به یک سری اطلاعات نیاز داره. ما حالا میگیم شما میتونید در داخل یک شرکت یه سری ستون پنجم ها رو نیز بذارید، یه سری افرادی که اطلاعاتی رو از افراد دیگه براتون بیارن، به عبارتی بگن فلان کس فلان ساعت چه کاری انجام داده، موفق بوده یا ناموفق. در داخل ویندوز 7 و 2008 و توی نتورک های مایکروسافتی و سایر سیستم عامل ها و سایر شبکه ها نیز ما از آدیتینگ استفاده میکنیم. توی ویندوز نحوه کار با آدیتینگ به چه شکلی است؟ ما توی ویندوز مشخص میکنیم که چه پارامترهایی رو میخواییم در گزارشگیری هامون داشته باشیم. به طور مثال آیا من میخوام دسترسی ها به اطلاعاتی خاص در داخل ویندوز رو گزارشگیری کنم یا مثلا ورودهای موفق و ناموفق به ویندوز رو بررسی کنم، آنالیز کنم ببینم مشکلات مرتبط با ورودهای ناموفق از چه چیزی ناشی شده. همین ها مواردی هستن که میتونه آدیتینگ به شما کمک کنه تا این موارد رو حل کنید. خب من برای اینکه شما رو با آدیتینگ آشنا بکنم ابتدا میرم سراغ گروپ پالیسی ادیتور، یعنی میرم توی بخش gpedit.msc یا از این طریق گروپ پالیسی ادیتور رو باز میکنم یا توی ویدیوهای مرتبط با پالیسی هم گفتم بهتون، یا میتونم برم توی mmc و از طریق mmc فایل اد ریموو اسنپین بیام توی بخش گروپ پالیسی آبجکت ادیتور این رو اد کنم. نسبت به حالا یوزرها و گروه های مختلف آموزش‌هایی رو بهتون دادم قبلا. بعد اوکی رو بزنم و اینو سیو کنم روی دسکتاپ. فور اگزامپل اینجا مثلا می‌نویسم gpedit که دیگه نیازی به تایپ کردن gpedit در ران وجود نداشته باشه. البته از بخش‌های دیگری نیز میتونید به گروپ پالیسی ادیتورتون دسترسی داشته باشید که حرفه‌ای ترین روشی است که من بهتون گفتم. روی دسکتاپ ما الان یک جعبه ابزاری هست که من وقتی بازش میکنم مستقیما میرم تو بخش گزارشگیری ها، تو بخش گروپ پالیسی و میتونم کامپیوتر کانفیگوریشن و یوزر کانفیگوریشن رو ببینم. مجددا تاکید میکنم بهتون که اگر میخواید نسبت به پالیسی اطلاعات دقیقی داشته باشید ویدیوهای مرتبط با آشنایی با مفاهیم و بخش‌های مختلف پالیسی رو نیز حتما مطالعه کنید. توی کامپیوتر کانفیگوریشن پالیسی توی بخش ویندوز ستینگز که ما زدم باز شه قسمتی وجود داره به نام Security Settings و توی این بذارید من اینجوری کم باز کنم بیام توی Local Policies قسمتی وجود داره به نام Audit Policy. Audit Policy چی هست؟ Audit Policy تو بعضی موارد به صورت تک مرحله‌ای و در برخی موارد به صورت دو مرحله‌ای کانفیگ میشه و به شما اجازه میده گزارشی رو از وقایع موجود در داخل ویندوزتون به دست بیارید. به طور مثال کدوم رویداد موفق بوده، کدوم رویداد ناموفق. هر کدوم از اینها یک جاسوس
برای تهیه گزارش و ارائه اونها به ادمین ها مورد استفاده قرار میگیره. من سعی میکنم تک تک اینها رو بهتون توضیح بدم تا اطلاعات دقیقی در مورد آدیتینگ داشته باشید. فقط قبل از هر چیزی مهمترین موضوع آدیتینگ رو میخوام مطرح کنم به عنوان آدیت آبجکت اکسس. آدیت آبجکت اکسس توی بحث‌های آدیت پالیسی یک تنها ترین یا به عبارتی تنها موردی هست که به صورت 2 مرحله‌ای کانفیگ میشه. یعنی یک قسمتش در داخل پالیسی باید ادیت شه و طرفی دیگر در سمت دیتا. من توی یکی از پارتیشن های کامپیوتر یه فولدری رو ایجاد میکنم به نام maxlc-data. اگر اطلاعاتی در رابطه با تنظیم سطوح دسترسی ندارید میتونید سرفصل مرتبط با این مورد رو نیز مطالعه کنید تا با پرمیژن ها آشنا بشید، چون توی بحث آدیت آبجکت اکسس بحث پرمیژن ها نیز دخیل هستند. خب من در داخل این فولدر حالا زیاد به دیتیلاش وارد نمیشم چون ساختار مرتبط با یک دیتا فولدر رو توی بحث تنظیم سطوح دسترسی کامل توضیح دادم. وارد پراپرتیز مرتبط با این فولدر میشم، میام توی بخش سکیوریتی، یه سری تغییرات در بخش سکیوریتیش میدم. به یک سری پرمیژن ها رو به یک سری افراد ارائه داده و یک سری پرمیژن ها رو از یک سری افراد میگیرم. اولین کاری که انجام میدم اینهایت یا وراثت مرتبط با این فولدر رو حذف میکنم، یعنی از اچ تا نمیخوام چیزی رو به ارث ببره و میام فیلدهای متفاوت، بخشای متفاوت رو در اکسس کنترل لیست حذف میکنم. من یوزرز رو میذارم بمونه، فقط پرمیژن رید رو در نظر گرفتم براش. authenticated users حذف، سیستم رو نیز حذف میکنم، میذارم فقط ادمین ها و یوزرها باقی بمونن. فقط اینجا یک تنظیم دیگر رو نیز میخوام ارائه بدم. یک سری تنظیمات دیگر رو در داخل این قسمت ست میکنم. به طور مثال یه فولدر میسازم به نام user1 و یه فولدر میسازم به نام public. تنظیمات پرمیژنیم رو جوری ست میکنم که فولدر یوزر 1 فقط برای یوزر 1 و ادمین ها قابل دسترسی باشه. بعد اینجا نیز این هایتنس رو حذف کنیم. اینجا رو سریع میرم چون توی ویدیوهای سرفصل‌های قبلی توضیحات کاملی در رابطه با این موضوعات دادم. میام به یوزر 1 پرمیژن مودیفای میدم، اوکی، یعنی به عبارت یوزر 2 حق ورود به فولدر یوزر 1 رو نداره. توی پابلیک تنظیمات پابلیک فولدر رو انجام میدم، یعنی به یوزرها رید و رایت میدم. البته توی رایت کریت فولدر و اپند دیتاش رو حذف خواهم کرد که تو ویدیوهای مرتبط میتونید ببینید. بعد اینجا یه سری موارد رو اضافه میکنم به عنوان creator owner و پرمیژن فول کنترل بهش میدم. اوکی. خب با توجه به این پرمیژن ها کاربر شماره 1 و 2 میتونن در داخل پابلیک فولدر مواردی رو سیو کنن و پس از سیو کردن این موارد فقط دیتاهای خودشون رو میتونن پاک کنن. به عبارت یوزر 1 حق پاک کردن دیتاهای یوزر 2 رو نداره. من الان میخوام حالا شیر نمی کنم چون هدفم دسترسی لوکال به این اطلاعاته، نه از طریق نتورک. میتونید همین حالات رو نیز در نظر بگیرید. من توی این البته بذارید سناریو رو یکم جامع‌تر کنیم، یعنی اینو شیرش کنیم و بذاریم که از کامپیوترهای دیگر نیز افرادی کانکت بشن تا یه سری موارد رو بتونیم در نظر بگیریم. مثلا این رو در نظر میگیرم به عنوان maxlc، share nameش شد maxlc و close. حالا بحث اینجاست، میخوام ستون پنجمی تهیه کنم که این ستون پنجم بیاد و شرایطی رو اینجا فراهم کنه که من بدونم چه کسی وارد این فولدر شده، چه کسی خواسته وارد فولدر یوزر 1 بشه نتونسته، چه کسی در داخل فولدر پابلیک اطلاعاتی رو که دیگران سیو کردن رو خواسته پاک کنه ولی نتونسته، و یا چه کسانی در داخل این فولدرها اطلاعاتشون رو پاک کردن. به طور مثال ممکنه یک روزی یک فردی بیاد به عنوان یوزر 1 بیاد بگه که اطلاعات من پاک شده و من برم توی گزارش ها نگاه کنم ببینم که اگر گزارشگیری کانفیگ کرده باشم میتونم برم توی گزارشگیری نگاه کنم ببینم یوزر 1 تو فلان ساعت فلان تاریخ فلان دیتا رو که ادعا میکنه پاک شده با یوزر اکانت خودش پاک کرده. یعنی هم میتونید ادعای کذب یک نفر رو از بین ببرید، هم میتونید مشخص کنید که چه کسی خواسته یک خطایی رو، یک کار خلافی رو انجام بده، مچگیری کنید و همینطور اطلاعات دقیقی در رابطه با دسترسی های مختلف به داخل فولدرها داشته باشید. توی قسمت بعدی
موارد مرتبط با گروپ پالیسی ادیتور رو بهتون، موارد مرتبط با آدیت آبجکت اکسس و سایر آدیتینگ ها رو بهتون خواهم گفت. پس بریم سراغ پارت بعدی و کار عملی در رابطه با آدیت آبجکت اکسس و نحوه کانفیگ. یه سری پرمیشن هایی رو من در داخل این فولدرها تنظیم کردم و الان میخوام دسترسی افراد رو زیر نظر داشته باشم. در ابتدا میام توی گروپ پالیسی ادیتور، آدیت آبجکت اکسس رو از قسمت مرتبطش که توی ویدیوی قبلی توضیحات دادم در موردش باز میکنم و نسبت به موارد ساکسس و فیلر اکتیوش میکنم. دوستان توجه کنید ببینید که این قسمت از آدیت آبجکت اکسس یعنی چی. شما وقتی که وارد یک خونه میشید 100% یک سیستم کنترل برق مرکزی دارید و یک سری کلیدهایی در داخل اتاق‌ها که لامپ‌ها رو روشن می‌کنن. فرض بر این داشته باشید که شما در داخل خونه این فیوز مرکزی یا کلید مرکزی برق رو قطع کرده باشید. اگر بیایید داخل منزل تک تک کلیدهای داخل اتاق‌ها رو بزنید که چراغ روشن بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون سیستم برق رسانی یا سرویس برق در داخل منزل کلاً قطعه. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدید اینه که برید توی مرکز کنترل اصلی برق خونه، ابتدا برق خونه رو فعال کنید، اکتیو کنید و سپس بیایید بگید که مثلا اتاق شماره 1 اتاق کارم چراغش روشن باشه، اتاق خوابم چراغش خاموش باشه، چه بدونم حال پذیری چراغاش به این شکل باشن. میتونید همین رو کنترل کنید. به عبارتی کاری که من اینجا دارم انجام میدم توی آدیت آبجکت اکسس کاری هست که باعث فعال شدن سیستم ساکسس آدیتینگ و فیلر یا فیلد آدیتینگ میشه. به عبارتی سیستم میتونه مشخص کنه که چه وقایعی موفق بودن، چه وقایعی ناموفق. کل بحث آدیتینگ پیرامون موفق یا ناموفق بودنه. فقط کدوم مورد رو مشخص خواهید کرد توی کانفیگ های بعدی مشخص میشه. توی آدیت آبجکت اکسس من اگر گزینه فیلر رو تیک نزنم چه اتفاقی میفته؟ اگر برم در سمت دیتا تنظیم کنم که مثلا پاک نشدن یک دیتا رو برای من گزارش گیری کن، یعنی مشخص کن که آیا یوزرها تونستند این فایل رو پاک کنند یا نه، بخش نه یا بخش عدم موفقیت در پاک کردن دیتا گزارش گیری نخواهد شد، چون مرکز کنترل و مرکز اصلی سرویس فیلر آدیتینگ غیر فعاله. بنابراین اگر شما میخواهید گزارش هایی رو مبنی بر موفقیت یک رویداد ثبت کنید، میتونید فقط ساکسس ها رو فعال کنید. اگر میخواهید رویدادهای موفق و ناموفق رو با همدیگه توی سیستم هاتون، توی سیستم گزارشگیریتون ثبت کنید، اون موقع هر دو مورد رو باید فعال کنید. من هم ساکسس رو فعال کردم هم فیلر. حالا بعد این باید چیکار کنم؟ آدیت آبجکت اکسس فعال شده ولی هنوز هیچ کانفیگی در رابطه با این موضوع انجام نشده. من میام در داخل دیتا، حالا میتونید هم روی تک تک این دیتا ها یعنی فولدرهای داخلی کار آدیتینگ کانفیگوریشن رو انجام بدید و هم میتونید بیایید در روت یا فولدر اصلیتون آدیتینگ رو ست کنید و سپس اینها به صورت اتوماتیک به زیر مجموعه ها به ارث خواهند رسید. یعنی بحث اینهریتنس هست اینجا. میام توی پراپرتیز مرتبط با maxlc-data که با نام maxlc شیر شده، میام توی بخش سکیوریتی، توی بخش ادوانس، میام تو قسمت آدیتینگ و میبینم فیلد مرتبط با آدیتینگ خالیه. دوستان یادتون باشه که بحث وراثت در آدیتینگ هیچ ربطی به وراثت در بحث پرمیشن ها نخواهد داشت. یعنی شما اگر وراثت در پرمیشن ها رو حذف کنید، دلیل بر حذف وراثت در آدیتینگ ها نخواهد بود. یعنی اگر من توی اچ 2 نقطه آدیتینگ خاصی رو ست کرده باشم، به زیر مجموعهش نیز اعمال میشه. البته این کار رو همیشه در زیر مجموعه انجام میدن، یعنی توی روت هایی که توی پارتیشن ها واقع شدن، مثل همین فولدری که دارید مشاهده میکنید. و سپس اجازه میدن که این اطلاعات به ساب فولدرهای موجود در داخل این روت فولدر اعمال بشه یا به ارث برسه. من اینجا ادیت رو میزنم و میزنم اد. هدفم چیه؟ میخوام سیستم آدیتینگ یوزرهای موجود روی کامپیوتر رو از حیث دیلیت موفق و ناموفق زیر نظر داشته باشه. اینجا از من چی میپرسه؟ میپرسه کیا رو زیر نظر داشته باشم؟ میگم یوزرز رو.
میتونید اینجا یک یوزر خاص رو اد کنید، مثلا بگید که یوزر 1 رو مد نظر داشته باش، یعنی یوزر 1 رو تعقیب کن ببین چه کاری داره انجام میده. من اینجا کل یوزرها رو انتخاب میکنم، یعنی گروه رو انتخاب میکنم. صفحه برای من باز میشه بعد انتخاب، یعنی بعد اینکه اجازه بدید من مجددا اینجا رو بیام، یعنی وقتی تایپ میکنم یوزرز و اوکی رو میزنم، صفحه‌ای برای من باز میشه که در داخل این صفحه مشخص میکنه چه مواردی باید از حیث گزارشگیری فعال بشن. اگر دقت کرده باشید اینا شبیه بحث Special Permissions در داخل بحث ACL و ACE هستن، ولی با یک تفاوت که اینجا به جای deny نوشته شده successful and fail، یعنی میگه که چه چیزی رو من زیر نظر داشته باشم. مثلا من میام اینجا میگم delete subfolders and files، هم از حیث موفق هم از حیث ناموفق زیر نظر داشته باشم. همینطور دیلیت کلی رو، دیلیت کل فولدر و زیر مجموعه ها و فایل هاش رو. خب من با فایل سازی این بخش باعث چه رویدادی شدم، یعنی چی کار کردم؟ من مشخص کردم که سیستم عزیز یوزرها رو نسبت به مسائل دیلیت موفق و ناموفق توی فولدر مکسسی داش دیتا زیر نظر داشته باش و تک تک گزارش های مرتبط با اینها رو برای من ارائه بده و سپس این گزارش ها رو من میتونم در داخل ایونت ویور مشاهده کنم و ببینم که چه کسی کی چه کاری رو خواسته انجام بده، یعنی بحث دیلیت رو دارم میگم، خواسته دیلیت کنه تونسته یا نتونسته. اگر شما بخش فیل رو فعال کنید ولی در داخل پالیسی فیلر رو اینیبل نکرده باشید، هیچ گزارشی مبنی بر عدم موفقیت پاک کردن یک دیتا ثبت نخواهد شد و همینطور این بحث در مورد ساکسسفول و فعالسازی بخش ساکسس در پالیسی نیز صدق میکنم. من این دوتا رو فعال کردم. گزینه دیگری وجود داره اینجا میگه که apply these auditing entries to objects and or containers within these container only. میگه مواردی رو که اینجا مشخص کردیم از حیث auditing به تمامی هر چیزی که در داخل این فولدر وجود داره اعمال کن، هم به محتویاتش و هم به خود این فولدر. کی از این استفاده میکنیم؟ زمانی که شما کانفیگ های متفاوتی رو در داخل آدیتینگ ست کردید، مثلا یه چیزایی از بالا به پایین اینهاریت شده، شما میخواید یک سری مسائل نیز از پایین، یعنی از ساب فولدر به ساب فولدرهاش و خود اون ساب فولدر اعمال بشه که توضیحاتی رو در رابطه با این موضوع بعداً بهتون خواهم داد که چطور میتونید از اینا استفاده کنید. میام قسمت بالا رو نگاه میکنم، میگه apply onto these folders, subfolders and files. قسمت پایین یک حالت فورس داره، یعنی میگه که چیزی رو که من دارم ست میکنم به خود این فولدر و زیر مجموعهاش فورس کن. منظور از فورس یک حالت اجبار هست. میگم اون چیزی که من دقیقاً اینجا ست کردم به زیر مجموعه ها نیز اعمال کن، حتی اگر کانفیگ متفاوتی داشته باشن. ولی این بالایی به شما این اجازه رو میده که بگید این کانفیگا فقط به فولدر مرتبط، یعنی مکسسی داش دیتا اعمال بشه، به فولدر، به این فولدر، به ساب فولدرها و فایلش، یعنی به مکسسی داش دیتا هر چیزی که توش از حیث فولدر در نظر گرفته شده و هم از حیث فایل ها. نوشته these folder and sub folders که بقیه مواردش فکر کنم ساده است، خودتون میتونید خیلی ساده متوجه بشید که مثلا اگر اینجا فایلز اون رو انتخاب کنم، آدیتینگ مرتبط در این بخش فقط به فایل های موجود در داخل پوشه مکسسی داش دیتا اعمال خواهد شد. یعنی اگر کسی بخواد فولدر رو پاک کنه، گزارشی مبنی بر پاک شدن فولدر داده نخواهد شد، ولی اگر بخواد فایل های داخل فولدر رو پاک کنه، اون موقع گزارش ثبت میشه. و یادتون باشه که وقتی شما یک فولدر رو پاک میکنید، فایل های زیر مجموعه نیز پاک خواهند شد. بنابراین گزارش های شما مبنی بر این خواهد بود که فلان فایل ها حذف شدن. دیگه به شما گزارشی در رابطه با اینکه فلان فولدر نیز حذف شده نخواهد داد. خب من اینجا کلی انتخاب میکنم، میگم these folders, subfolders and files. اوکی رو میزنم. آدیتینگ اینجا ست شده. البته میتونم اد رو بزنم، مثلا یوزر 2 رو اضافه کنم، بگم یوزر 2 رو نسبت به مثلا چه بدونم create files write data چه از حیث failed و چه از حیث successful زیر نظر داشته باش. همونطور که مشاهده میکنید اینجا 2 تا حالت آدیتینگ داریم. برای یوزرها موارد دیلیت رو زیر نظر خواهد داشت که یوزر 2 نیز عضوی از یوزرها است. فقط علاوه بر این موضوع برای یوزر 2 بحث
create یک فایل و رایت یک دیتا رو نیز گزارشگیری خواهد کرد که آیا موفق بوده کارش یا خیر. اوکی؟ وقتی که وارد ساب فولدرهای مرتبط میشم میام توی مثلا فولدر یوزر 1 پراپرتیز میگیرم، سکیوریتی، ادوانس، مشاهده میکنم که در بخش آدیتی اون چیزایی که بالا ست کرده بودم رو میبینم، یعنی تمامی موارد از مکسسی داش دیتا به فولدر یوزر 1 به ارث رسیدن، اینهایت شدن. خب توی پارت بعدی تست خواهیم کرد که ببینیم به چه صورتی این گزارش ها تهیه میشن و از کجا میتونیم این گزارش ها رو بررسی کنیم و چه امکاناتی در داخل پالیسی برای مدیریت این گزارش ها وجود داره. بریم سراغ پارت بعدی. دوستان من توی پارت های قبلی کانفیگ های لازم از حیث آدیت آبجکت اکسس رو در موارد مرتبط با دیلت از حیث موفق و ناموفق و همچنین یک سری موارد از حیث کریت فایلز برای یوزر 2 در نظر گرفتم، ست کردم و الان میخوام تستش کنم ببینم که گزارش های ما به چه شکلی تهیه میشن و از کجا قابل دسترسی هستن. کامپیوتر یک من کامپیوتری هست به عبارت دستگاهی که به عنوان هاست در نظر گرفته شده. فولدری رو در داخل اجازه بدید توی اینجا نیز یه فولدر دیگه دارم که من اینا رو پاک کنم با اون یکی فولدر مکسسی دیتا اشتباه گرفته نشه. اوکی. توی H2 نقطه پوشه دارم به نام مکسسی داش دیتا که توش یه فولدر یوزر 1 و یه فولدر پابلیک وجود داره. به فولدر یوزر 1 فقط یوزر 1 میتونه وارد شه. در داخل پابلیک یوزر 1 و یوزر 2 میتونن اطلاعاتی رو سیو کنن و هر کسی میتونه اطلاعات خودش رو پاک کنه. من میخوام الان یه مقداری کارها رو با فرمتی متفاوت پیش ببرم، یعنی یه کاری بکنم که به طور مثال یوزر 2 بیاد اطلاعاتی رو سیو کنه، یوزر 1 بخواد اون رو پاک کنه و نتونه، و گزارش هایی رو مبنی بر این مورد در داخل بخش ایونت فیور مشاهده کنم. برای این کار من کامپیوتر 1 رو میبندم و کانکت میشم به کامپیوتر شماره 2، کامپیوتری که در داخل نتورک واقع شده و قراره کانکت بشه و از اطلاعات موجود در داخل کامپیوتر هاست استفاده کنم. کامپیوتر شماره 2 رو مشاهده میکنید. خب من از سمت کامپیوتر شماره 2 کانکت میشم به MaxLC-C1. MaxLC-C1 همون کامپیوتریه که اطلاعات MaxLC- دیتا رو شیر کرده. اوکی رو میزنم، از من یوزرنیم پسورد میخواد. با استفاده از یوزر 1 پسورد 1 2 3 کانکت میشم. پوشه رو داشتیم به نام MaxLC که شیر شده بود، وارد این بخش میشم. اولین کاری که به ذهنم میرسه اینه که وارد فولدر خودم بشم. میتونم وارد فولدر بشم، دیتایی رو سیو کنم. البته پرمیشن رایت انگاری ندادیم به یوزر 1، همونطور که مشاهده میکنید یوزر 1 امکان رایت نداره. دلیل این مورد اینه که من در داخل پرمیشن های شیر توی کامپیوتر هاست یادم رفته که به جای رید فول کنترل یا چنج بذارم. برمیگردم سراغ کامپیوتر شماره یک. روی کامپیوتر شماره 1 میام توی شیرینگ های مرتبط تو بخش شیرینگ MaxLC- دیتا ادوانس شیرینگ مشاهده میکنم که بله everyone read هستند. تنظیمات مرتبط با این قسمت رو نیز در ویدیوهای دسترسی به تنظیم سطوح دسترسی کاربران به اطلاعات توضیح دادم. خب برمیگردم سراغ کامپیوتر شماره 2 و کار ناتمام رو تموم میکنیم. یعنی اینجا من try again میزنم، میبینم بله create شد و اسم فایل رو میزنم user1-test. این فایل create شد و این فایل رو shift delete میکنم یا دیلیت میکنم، پاکش میکنم، با موفقیت دیلیت میشه. میام تو بخش پابلیک، تو فولدر پابلیک یه دیتای دیگه create میکنم با نام user1-public. خب اینو دیگه پاک نمیکنم، میذارم بمونه. من این سفر رو میبندم، کانکشنم رو با کامپیوتر شماره 1 دیلیت میکنم. این موضوعات رو نیز قبلا آموزش دادم توی ویدیوهای قبلی. نت یوز رو میزنم، میبینم که با کامپیوتر MaxLC-C1 یک ارتباطی برقرار هست. در اینکه این کانکشن رو قطع میکنم به خاطر اینکه من وقتی اینجا بیام دوباره وصل بشم به کامپیوتر MaxLC-C1
از من یوزرنیم پسورد نخواهد خواست، چون با یوزر یک کانکت شدم و این اطلاعات در داخل کانکشن کش یا به عبارتی جزو کانکشن هایی هست که به خاطر سپرده شده. نت یوز رو میزنم، مسیر مورد نظر رو ذکر میکنم و اطلاعات مرتبط، یعنی اطلاعات credentials based موجود در داخل این کانکشن رو حذف میکنم. من اگر مجددا نت یوز رو بزنم هیچی در حافظه این کامپیوتر نیست. یعنی اگر دوباره کانکت بشم به کامپیوتر Max LC-C1 این دفعه از من یوزرنیم پسورد خواهد خواست. چرا این کارو کردم؟ به خاطر اینکه میخوام با یوزر 2 کانکت بشم. یوزر 2 تلاش خواهد کرد که فولدر موجود در داخل Max LC-Data رو پاک کنه، یعنی میخواد اطلاعات یوزر 1 رو پاک کنه. از طرفی میخواد اطلاعات موجود در داخل پابلیک فولدر که مرتبط با یوزر 1 هست رو نیز پاک کنه. به عبارتی این یوزر 2 یه مقداری خورده شیشه داره و میخواد که یک سری کارهای خلافی رو در داخل نتورک انجام بده. اوکی رو میزنم، از من مجددا یوزرنیم پسورد میخواد، با یوزر 2 پسورد 1 2 3 کانکت بشم اینجا. میام تو پوشه مکسلسی، میگم این فولدر یوزر 1 بریم ببینیم توش چه خبره. اجازه دسترسی ندارم. میگم خب بذار دیلیتش کنیم. رایت کلیک میکنم، دیلیت رو میزنم، یس، پیغام خطا به من میده. همونطور که میدونید یوزر 2 حق پاک کردن فولدر یوزر 1 رو نداره. خب اینجا یک اتفاقی افتاد، یه رویدادی به وقوع پیوست. یعنی یک کامند دیلیت صادر شد ولی ناموفق بود. اصولا باید سیستم گزارشگیری من این اتفاق ناموفق رو در بخش ایونت ویور تو بخش سکیوریتی برای من نمایش بده. میام توی پابلیک، بعد یه سری کارهای دیگه هم انجام میدم که گزارش های زیاد داشته باشیم. user2-public رایت کلیک میکنم، دیتای خودم این توی پابلیک میتونم پاکش کنم، دیلیتش میکنم میره. یوزر 1 اطلاعات پابلیک یوزر 1 رو میخوام دیلیت کنم، یس رو میزنم، دیلیت نمیشه. یک اتفاق ناموفق دیگر نیز به وقوع پیوست. البته یک اتفاق موفق دیگر نیز وجود داشت. یوزر 2 رو ما تنظیم کرده بودیم که نسبت به create files نیز گزارشگیری کنن، یعنی زیر نظر قرار داشته باشه. یوزر 1 که فایل اینجا create کرد، پس باید توی گزارش هامون گزارشی مبنی بر create شدن یک فایل توسط یوزر 2 به صورت موفق نیز وجود داشته باشه. اوکی، یه سری گزارش ها تهیه کردیم، بریم سراغ کامپیوتر شماره 1 و وقایع مرتبطش، ببینیم که چه چیزهایی رو برای ما گزارشگیری کرده. نحوه دسترسی به گزارش ها و اینکه از کجا میتونیم اینها رو مطالعه کنیم و چه فیلدها و امکاناتی برای پروتکت این بخش وجود داره رو توی پارت بعدی بهتون آموزش خواهم داد. کامپیوتر شماره 1 رو داریم میبینیم. توی پارت قبلی یه سری کارها رو در داخل کامپیوتر انجام دادیم. از طریق کامپیوتر شماره 2 کانکت شدیم به کامپیوتر شماره 1، یه چیزایی رو خواستیم پاک کنیم که نشد، یه چیزایی رو یوزر 2 پاک کرد، یه سری اطلاعات یوزر 1 کریت کرد. من ادمین که از هیچی بیخبرم، یعنی از هیچی اطلاع ندارم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده، از همه وقایع بیخبر نشستم. یک یار کمکی دارم به عنوان Audit Object Access که گزارش هایی رو نسبت به مواردی که از قبل ست کردم برام تهیه کرده و در داخل Event Viewer سیو کرده. برای دسترسی به بخش مشاهده گزارش ها کافیه که روی مای کامپیوتر رایت کلیک کنید، منیج رو بزنید تا کامپیوتر منیجمنت باز بشه، بیایید توی Event Viewer توی Windows Logs و بخش سکیوریتی رو باز کنید. یا میتونید یه جعبه ابزاری برای خودتون ایجاد کنید. به طور مثال میتونید بیایید در داخل MMC فایل Add Remove Stepping، بعد اینجا Event Viewer رو پیدا کنید، Add رو بزنید تا اد بشه به داخل سیستم. لوکال کامپیوتر رو انتخاب خواهید کرد چون اتفاقات روی این کامپیوتر افتادن نه کامپیوتر دیگر. ایونت ویور مرتبط با کامپیوتر Max LC-C1 رو دارید مشاهده میکنید. اینجا اد کردم، اوکی، یه جعبه ابزار کریت شد. اینم سیو میکنم روی دسکتاپم که بعداً کنسول ها رو میتونم جابجا کنم. اینم میگم ایونت ویور کامپیوتر Max LC-C1. اوکی، الان خیلی راحت میتونم با دابل کلیک کردن روی این جعبه ابزار مستقیما به بخش ایونت ویور دسترسی داشته باشم. باز میکنم، میام تو بخش Windows Logs توی بخش سکیوریتی.
یادتون باشه بخش سکیوریتی رو فقط ادمین ها میتونن مشاهده کنن. به عبارتی اگر یک یوزری که در داخل گروه یوزرز قرار گرفته، ادمین نیست، بیاد توی ویندوز لاگز روی سکیوریتی کلیک کنه، یک علامت ضرب در کنارش میفته، به عبارتی بهش میگه که در حد تو نیست، یعنی اختیارش اینو نداری که لاگ های مرتبط با مباحث امنیتی رو مشاهده کنی. یادتون باشه هر چیزی رو که در بخش آدیتینگ کانفیگ میکنید در داخل ایونت فیور توی بخش سکیوریتی سیو خواهد شد. من اینجا مشاهده میکنم که یه سری لاگ ها وجود داره از حیث فیلر علامت قفل افتاده، یه سری لاگ ها هم وجود دارن از حیث موفق یا آدیت ساکسس هست. یه فیلر اول رو باز میکنم ببینم چی هست. اینجا نشون میده که یوزر ذریه، حالا این مربوط به ما نیست، یه اتفاق ناموفقیه که خارج از بحث ما اتفاق افتاده. خب اینجا یک رویداد رو داره نشون میده، یک ایونت رو داره نشون میده، میگه یوزر 2 در ساعت 6 و 12 دقیقه و تاریخ 17/5 سال 2012 کانکت شده به کامپیوتر maxsc-c1 و خواسته که user1-public.txt رو دیلیت کنم، پاکش کنم. تونسته یا نتونسته؟ اگر دقت کنید audit failure. خب من اینجا میتونم مچ یوزر 2 رو بگیرم، دال بر اینکه یوزر 2 برای چی می‌خواستی فایل یوزر 1 رو که در داخل پابلیک دیتا قرار گرفته بود پاک کنی؟ تو که اختیار همچین چیزی رو نداری، پرمیشنش رو هم نداری، چرا خواستی این کار رو انجام بدی؟ پس ادمین میتونه با استفاده از این گزارش‌ها اطلاعات خوبی رو در رابطه با وقایع موجود در داخل نتورک و کامپیوترش به دست بیاره و نسبت به اونها تصمیم گیری کنه. یک آدیت فیلر دیگر رو بررسی میکنم که باز یوزر 2 گفتیم این یوزر 2 یه مقداری خورده شیشه داشت، میخواست کارهای خلافی رو توی نتورک انجام بده. از اونجایی که پاک کردن یک فایل چندین فیلد متفاوت اون فایل رو میخواد پاک کنه، مثلا من میخوام دیتای یوزر 1 رو پاک کنم، اتریبیوتسش، extended attributes، permission هاش، خود فایل میخوان دیلیت بشن. بنابراین نسبت به دیلیت چندین ایونت ناموفق رو میتونید در داخل سیستم مشاهده کنید. حالا بیایم پایینتر ببینیم دیگه چی هست. یه فیلر دیگه اینجاست، باز یوزر 2. یادتون باشه یوزر 2 میخواست فولدر یوزر 1 رو پاک کنه که نتونسته بود، اون رو نیز اینجا گزارشگیری کرده، یعنی نسبت به دیلیت در ساعتی مشخص آدیت فیلر گرفتیم. چند تا موفق رو نگاه کنیم. اینجا یوزر 2 وارد پوشه مکسسی دیتا شده که این رید موفق هست، دسترسی موفق. بریم بالاتر ببینیم دیگه چی هستن. یوزر 2 رید اتریبیوتس رو انجام داده. این ببینم چه چیزی به در بخور دیگه میتونم پیدا کنم اینجا یا نه. میدونی دنبال چی میگردم؟ دنبال اون لاگی میگردم که یوزر 2 دیتای خودش رو پاک کرد. یوزر 2 دیتای خودش رو پاک کرد و موفق بود، یعنی من میتونم گزارش مرتبط با این مورد رو در داخل ایونت ویو پیدا کنم. همونطور که مشاهده کردید من چندین لاگ رو باز کردم، موفق نشدم اون چیزی رو که میخوام رو پیدا کنم. به عبارتی هی دنبالش گشتم تا یه چیزی به دست بیارم، ولی خب به اون چیز دلخواه نرسیدم. اگر خواستید در داخل لاگ فایل ها مستقیما به اون چیزی که دلتون میخواد دسترسی داشته باشید، میتونید از سیستم های فیلترینگ استفاده کنید. فیلتر لاگ به شما این اجازه رو میده، اجازه بدید فیلتر باز بشه. اگر دقت کنید اینجا سیستم فیلتر ما، بذارید من اینو کم اکسپندش کنم. فیلتر کارنت لاگ موجود رو میخوام چیکار کنم؟ بررسی کنم. لاگ های متعددی اینجا وجود داره، ولی خب بین اینا نگاه کنید چند تا لاگ اینجاست. من کجا بفهمم که کدوم لاگ چه کاری رو انجام داده؟ حوصله مطالعه همه اینها رو هم ندارم. میتونم فیلتر کارنت لاگ رو بزنم و بعد بیام در داخل این فیلد چیزایی رو که مد نظرم هست رو مشخص کنم. به طور مثال بیام توی کیوردز بگم آدیت فیلر ها رو برای من نمایش بده. توی یوزرز بگم فقط یوزر 2 کارهایی که یوزر 2 انجام داده رو برام نمایش بده. اوکی رو که میزنم مشاهده میکنید همه فیلد ها دارن موارد فیلر رو نشون میدن. میتونم اینجا کلیر فیلتر بزنم بگردم به حالت اول. توی فیلتر کارنت لاگ میتونم بیام دوباره توی این بخش بگم فقط آدیت ساکسس ها رو برای من نمایش بده. اگر دقت کنید تمامی مواردی که در اینجا لیست میشن جزو آدیت ساکسس ها هستن. از این طریق میتونید به اون چیزایی که در داخل لاگ مد نظرتون هست دسترسی داشته باشید. سکیوریتی لاگ ها
توسط ادمین قابل سیو و دیلیت هستن. شما میتونید یه سری لاگ هایی که تهیه کردید رو سیو کنید و سپس پاک کنید یا بدون سیو کردن دیلیت کنید. و البته مد نظر داشته باشید که ما یه ظرفیت خاصی برای این فایل در نظر گرفتیم که این ظرفیت فایل مشخص میکنه که چه مقدار اطلاعات میتونن در داخل این فایل ذخیره بشن. به طور مثلا اینجا نوشته overwrite events as needed. بحث حالا فیفو هست، FIFO first in first out. اگر شما 20 مگ لاگ ذخیره کرده باشید و لاگ شما بخواد از 20 مگ فراتر بره، اطلاعات قدیمی‌تر موجود در داخل این لاگ فایل پاک خواهند شد. Archive the log when full. Do not overwrite events. آرکایو کردن به این معنی، البته ما میگیم آرشیو ولی خب اصطلاح صحیحش آرکایو کردنه. بحث آرشیو کردن لاگ فایل ها به این شکله که میاد لاگ فایل رو تهیه میکنه، میرسه به 20 مگ. بعد که دید فول شد یه لاگ فایل دیگه تهیه میکنه با یک اسمی دیگر و شما لاگ فایل های متعددی رو در مسیری که اینجا مشاهده میکنید خواهید دید. البته میتونید مسیر لاگ فایل ها رو بر اساس دلخواهتون تغییر بدید. یه گزینه هم وجود داره که میگه do not overwrite events clear log manually. میگه به هیچ عنوان هیچ لاگی رو overwrite نکن و فایل های متعدد هم ایجاد نکن. اگر این رو بزنید و ظرفیت مرتبط با این فایل فول بشه چه اتفاقی میفته؟ توی پارت بعدی توضیحاتی رو در رابطه با پالیسی های مرتبط با audit object access بهتون ارائه خواهم داد که پالیسی های میشه گفت ادیشنال مرتبط با کل بحث آدیتینگ هستن. بریم سراغ پارت بعدی. دوستان توی پالیسی موارد دیگه‌ای وجود داره که مرتبط با بحث آدیتینگ هست. زمانی که من توی بخش کامپیوتر کانفیگوریشن بیام توی فیلد یوزر رایتس اساینمنتس یه سری موارد رو اینجا میبینم که یکی از این موارد اینجا اشاره کرده Manage Auditing and Security Log. Manage Auditing and Security Log یکی از پالیسی های موجود در بخش یوزر رایتس اساینمنتس کامپیوتر کانفیگوریشن هست که به من این اجازه رو میده که مشخص کنم چه کسی میتونه لاگ های سکیوریتی یا لاگ های آدیتینگ رو ببینه و اونها رو مدیریت کنه. به صورت پیش‌فرض کیا میتونن ببینن؟ ادمنستریتورز. البته میتونید روش دابل کلیک کنید، اد رو بزنید و یک عمل طبق یک کانفیگ انتحاری به یوزرها هم اجازه بدید که این لاگ فایل ها رو ببینن. البته این کارو نکنید، همونطور که گفتم یک عمل انتحاریه، چون هر یوزری میتونه بیاد لاگ فایل ها رو پاک کنه و هر رد پایی که خودش گذاشته بود رو دیلیت کنه. بنابراین بهتره که فقط ادمین ها بتونن این لاگ فایل ها رو مشاهده کنن. قسمت دیگری نیز وجود داره که توی پارت قبلی بهش اشاره کردم. توی پارت قبلی گفتم که اگر ظرفیت مرتبط با لاگ فایلتون فول بشه و شما بذارید روی do not overwrite events چه اتفاقی میفته؟ اگر یک همچین کانفیگی داشته باشید توی security options یک قسمتی وجود داره به نام shut down system immediately if unable to log security audits. by default disable. اصولاً برای بالا بردن ضریب اطمینان و امنیت موجود در داخل ویندوز 7 و بحث آپدیتینگ رو فعال میکنن. دلیلش چیه؟ میگه که اگر دیدی نمیتونی گزارشی رو ثبت کنی سیستم رو سریعاً شات داون کن. توی یکی از سوالات اگزم بین‌المللی اومده بود که کاربری ریپورت داده که کامپیوتر من به صورت کاملا ناگهانی unexpectedly شات داون شد، یعنی انگاری کرش داد سیستم. بعد به من وقتی که کامپیوتر رو مجددا روشن کردم به من میگه که خودت نمیتونی لاگان کنی، باید ادمین بیاد لاگان کنه. دلیل این مورد چیه؟ and what should you do؟ باید چی کار بکنید؟ جواب این سوال به این شکل بود که شما تنظیماتی رو انجام دادید به این شکل، یعنی گفتید که اگر نتونست سیستم یک آدیتینگ رو انجام بده یا گزارش رو ثبت کنه سریعا شات داون شه. و البته توی لاگ فایل ها هم شرایطی داشتید که به تب اووررایت نشه. سیستم شات داون شده. این حالتی داره که میگه بعد از شات داون شدن سیستم و ریبوت شدنش، یعنی دوباره استارت شدنش، فقط و فقط ادمین میتونه وارد ویندوز بشه. دلیلش چیه؟ ادمین باید وارد بشه، لاگ ها رو ببینه، یعنی ایونت های موجود رو مشاهده کنه و بعد این لاگ ها رو سیو اند کلیر یا کلیر کنه تا کاربر بتونه وارد سیستم بشه. یعنی جواب این سوال رو به این شکل
میتونید در گزینه‌ها پیدا کنید و پاسخ بدید. خب این قسمت رو هم امیدوارم که یاد گرفته باشید. دیگه توضیحات خاصی اینجا نیست. البته تو بحث ایونت ها و در مباحث مرتبط با آپدیتینگ موضوعات بسیار زیادی دیگه است که توی پارت های بعدی بهتون ارائه خواهم داد.